به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام هموطنان عزیز، زبان آموزان گرامی. درس هشتم است از سلسله درس های عربی برای نوآموزان. الفبای زبان عربی حرف خا. خیمتون، خیمتون چادر، خیمه، خرگه. خیارون، خیارون بادرینگ. خبزون، خبزون، خبزون نان. خب جمع کلمه ها رو میگذاریم. خیمتون یک خیمه رو میگویند. وقتی که خواهیم که خیمه رو جمع کنیم، شکل جمعش خیماتون، خیماتون و خیماتون، خیماتون و خیمون و خیمون و خیامون. در زبان عربی بعض کلمه ها زیاده از 2-3 جمع دارند، مثل کلمه خیمه. خیارون و خیارتون یک بادرینگ را میگویند. شکل جمعش خیاراتون، خیاراتون بادرینگ ها. خبزون و خبزتون، خبزون و خبزتون نان، یک دانه نان. شکل جمعش خبزاتون، خبزاتون و اخبازون، اخبازون. این بود درس هشتم. تا درس آینده، خدا نگهدار.